کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس زرین و 60 میلیون ریال هدیه نقدی. و نفر اول رشته حفظ کل این دوره از مسابقات از کشور لیبی، آقای مصطفی جمع مطاوع. کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس زرین و 75 میلیون ریال هدیه نقدی. و اما برندگان رشته قرائت قرآن کریم، امتیازهایی که رتبه نفر پنجم را نشان میداد متعلق بود به نماینده محترم کشور مصر، لکن به جهت آنکه ایشان غلط اعرابی داشتند از مسابقات حذف شدند در مرحله نهایی، و به دلیل آنکه در مرحله مقدماتی رتبه دوم را کسب کرده بودند شایسته تقدیر و تشکر شناخته شدند. آقای یاسر محمود عبدالله از کشور مصر. رتبه چهارم رشته قرائت قرآن کریم از کشور تاجیکستان، آقای سمرالدین صمدوف. کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس زرین و 30 میلیون ریال هدیه نقدی. نفر سوم رشته قرائت از کشور قهرمان لبنان، آقای محمد احمد جمال الدین. کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس زرین و 45 میلیون ریال هدیه نقدی. نفر دوم رشته قرائت قرآن کریم از کشور همسایه و دوست عراق، آقای اسامه عبدالله. کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس زرین و 60 میلیون ریال هدیه نقدی. و نفر اول رشته قرائت قرآن کریم از جمهوری اسلامی ایران، آقای حسین فردی. کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس زرین و 75 میلیون ریال هدیه نقدی. همان گونه که عرض شد در بخش مقالات برتر رتبه بندی وجود ندارد و هدایا یکسان است. اسامی به ترتیب حروف الفبا قرائت می شود.